میبری؟ وقتی همه چیز سخت میشه، من اون موقع که آمازون دلیوری میکردم و شغل خیلی سختی داشتم، یه اتاقی اجاره کرده بودم از یه خونه که توی اتاقی زندگی میکردم و یه روزی که سر کار بودم کیفمو یه نفر دزدیده بود و کلید خونه و همه چی رو باش دزدیده بود. صاحبخونه من اون شب خونه نبود، مسافرت بود و من باید اون شب رو توی ماشین میگذروندم و خب بتونین در نظر بگیرین مهاجر باشی، همچی شغلی داشته باشی، الانم کلید دزدیده باشن، یکی اومده باشه توی ماشینت، بعدم کلید خونه رو برده باشن، خونم نمیتونی برگردی، همون یه اتاق کوچولویی که داری اجاره کردی به اونم نمیتونی برگردی. من وقتی که شب ساعت 12 شب کارم تموم شد و توی ماشین نشستم، واقعا مغزم داشت سوت میکشید، می‌خواستم منفجر شم و خیلی حالم بد بود. و تنها راه حلی که به نظرم میومد این بود که این موبایلمو بردارم شروع کنم به تایپ کردن تو نوتس گوشیم، شروع کردم به نوشتن و 25 صفحه اینجوری اسکرول میکردم نوشته بودم از احساس دوری که به همه چیز میکنم، به خونه، به خانواده، به خودم، به زندگی، به اینی که اصلا هیچی شبیه هیچی نیست، اصلا چه کارو کردم و همینجور نوشتم. و ساعت 2-3 صبح تو اون تاریکی توی شب که نشسته بودم و این تموم شد و خیلی گریه کرده بودم، گوشام زنگ میزد و یه بوقی توش بود و یه سکون و سکوت عجیبی توی بدنم برقرار شده بود که احساس کردم واقعا تخلیه شدم و دیگه دردی ندارم، انگار صحبت کرده بودم. و اون شب من به خودم قول دادم که هر شب بنویسم.